سر صبح خدایی ما رو بلند کردی گفتی بیا بریم گیم ترسناک بزنیم. من اصلا موام افتضاح کلاه انداختم روش دریوری اومدم. شرمنده واقعا شرمنده. اسم گیمش چیه؟ سواد نداری بخونی خب؟ نخوندم فقط زدم روش تراپی. نمی‌دونم میذارم پدرت چرا همشون کدو هن؟ دقیقاً. اوه نبودی آقا چیکون؟ حاجی من گیم ترسناک پلی ندادم، فقط لاستافاس پلی دادم، اونم ترسناک نیست واقعا. وای اینجوریه پارسا وای پارسا فاک دی شیت مین. پارسا خدا لعنتت کنه. پارسا توف تو قبرت. پارسا فاک. پارسا من نمیرم. پارسا ما چیکار کنیم؟ پارسا بابا توتوریال ندیدم. توتوریال هم داره بریم یا نه؟ چیکار؟ توتوریال مال کونیاست. والا بابا این خانومه رو نگاه کن. خب میره اشتیاد. چه ربطی داره؟ پارسا فاک. پارسا هنوز تو گیم نرفتیم. پارسا هنوز تو گیم نرفتیم. پارسا یه چیزی این زمینه. پارسا یه چیزی رو زمینه. مدکیتو برداشتم من. اوه این شیره چرا داره اینجوری من نگاه میکنه؟ حاجی what the fuck من. حاجی what the fuck. راست زوم میکنه. پارسا میدونستی من نگفتی دمت گرم. اوه قرقره رو روش بچرخونی. من نفرست چرا تو برو جلو. من نفرست بیشور. ایده تو بود. فرش ایرانی داره داداش بیا. حاجی اینجا پارچه از فرش ایرانی انه. داداش چطوری خوبی؟ نکن شای منو یارو. با بزرگی تو داشت. وای حاجی وای یه لحظه این شیره رو از پشت دیدم خایه کردم. از پشت شیره ترس داره میگه. پارسا پایین میره. به نظر بریم پایین یا بریم بالا؟ شندل چیه؟ بیا بریم پایین. واقعا جلوزه داری برو پایین. بکن. فاک پارسا. پارسا ما با هم بریم. من میترسم. حاجی فاک میترسم. وای حاجی VHS پیدا کردم. تیپ پیدا کردم. من داری؟ جان؟ منم دارم. آره من تیر دارم. تو تیر داری؟ 10 تا 7 تیر. چرا اینجوری سیسه؟ من ریکورد نیست. ولی برای جذاب بشه تو باید همیشه اول بری که تو صورت تو بپره. نه که ویدیو جذاب بشه. نه من جذابیت ویدیو من اصلا نمیخوام ویدیوم جذاب بشه. داداش ولم کن. پارسا بیا تو. پارسا صدای چی بود؟ من بطری عوض کردم. آره مثل احمقا اومدیم انگار مثلا کل گیم رو رفتیم ولی وای پارسا اوف بابی من از چی میترسه؟ پارسا ببین کل این گیم ما داریم گم میشیم. یعنی هیچ معنی نداره. هیچ معنا و مفهومی نداره این گیم. کلا ما داریم گم میشیم. پارسا من سعی میکنم بیام پایین. بالایی؟ آره بالا نیا تو. من میام پایین. منم میام پایین. پارسا گیمش اصلا ترسناک نیست. پس اینجا یه رخشور خونه است. تا آقا طبق معماری پرا ایتالیان واو اوکی پرا ایتالیان. داداش اینجا خونش گوتیکیه اصلا ربطی نداره. گوتیکیه یعنی چی؟ خودت بیادم. یا ابوالفضل یا حضرت عباس. اومدم خب بیا اینجا. بعدش هم بیا اینجا. What the بیا اینجا. بطری برده. تو رو خدا خواهش میکنم. نه پارسا نه. بدرومه؟ مطمئنی؟ بد داشت؟ آره تخت بدروم. VHS پلیر پیدا کن. بدو. من میخوام سویچ کنم رو گانم وایسا. من کلا رو گانم داداش. کجا اینجا؟ VHS پلیر پیدا کردم. آقا یه لحظه نذار. گذاشتی آقا آخه اینجا خونش قدیمیه با شمع روشن میشه. چجوری تلویزیون وسطشه با VHS پلیر؟ من داشت دنبال منطقی الان. حاجی طبقه پایین یادته؟ طبقه پایین یه در پیدا کردیم که باز نمیشد. با بریم اون در رو باز کنیم. سر صبح منو بلند کردی. دیشب گفتم خودت دانلود نکردی دیشب به من چی؟ حالا حتما تو باز صبح ما رو بلند میگه وای فکر کن اینو شب پلی میدادم. یه نکته دیگه اینجا چند قرنه هیچ کس زندگی نمیکنه. چرا شیرینیاش تازه است؟ گندیده نیست. اینجا یه جن زندگی میکنه. جن میفهمی چیه؟ جن میره برای خودش شیرینی میپزه یا از اسنپ فود سفارش میده.
چی بدتر از راهرو نیست. پارسا آماده برگشتن باش. وای وای باز من اینو دیدم ترسیدم توف توش. پارسا حواسم هست منو انداختی جلو. پارسا حواسم هست تو. باش. اینه پارسا. وای درش باز کرد. گو خوردم. حالا باید بریم اینا رو پیدا کنیم. ببین من به نظرم توش نریم بریم اینا رو پیدا کنیم. یه دایری باید پیدا کنیم که بالا تو کتابخونه بود، یه میرور که بالا تو کتابخونه بود، یه پندال که یه دونه ربل که همین بغله. بیا. پپسی همه رو ریدم. قبلا بازی نکردی اینو؟ وای چرا داری همین اول همه رو پیدا میکنی؟ حالا میاد. دو فاک. پارسا میشیم باش. پارسا تو رو خدا من نمیتونم نگاه کنم. من نمیتونم نگاه کنم. پارسا نمیتونم نگاه کنم. پارسا توف تو قبلت. پارسا گیم اصلا ترسناک نیست. پارسا ریدم. پارسا به معنای واقعی کلمه ریدم. پارسا فاک یو. پارسا کلیک کن. پارسا اسکل داره جونت کم میشه. پارسا نمیخوام بازی کنم. پارسا کلیک کن سری کلیک کن. گونه خود مر داره میشه. چی گویه پارسا؟ چی گویی تویی پارسا؟ ما بیا سری من آزاد کنی وگرنه میمیرم خودم. آره پارسا کونت سوراخ شد. پارسا ببین رو چی نشسته بودی؟ دی اتاق این زنه چرا اینجوریه؟ آجی جا واسه شکنجه داره. میبینی؟ DSM کاره. آره دوباره اومد حاجی بگا رفتیم. دوباره اومد؟ آره میاد بگادمون. من صداشو ندارم. راه کن. اوه وای بگا رفتیم. وای اومد. زدی؟ آره من زدم. همت گرم. پارسا دوباره هست. آره گره؟ نه بابا من کن دیگه. بابا یارو نمیره چرا؟ پارسا زیر پات. پارسا بیا بریم. اولین بار بود تو اونم گیم ترسناک زدم. خاک تو سر گاوت کنم. ماجی من میترسم. ولم کن تو رو خدا ولم. تو گوه نخور آشی که خودت بخور. که میترسه حقش مرگه. ولم کن نجاتم نده. گوه نخور بلند شو. نه اینجا ایران داداش به ایران خوش اومدی. خدایی من باید برم نهار آجی. ول کن نمیشه گیمو رفت. چرا منو زنده کردی؟ من مرده بودم دیگه. نه دیگه زنده‌ت کردم دیگه. میشم پس نجات سرباز پارسا. من دیگه گیم ترسناک نمیرم تو اونم. خداحافظ. بردیم آخر قبول نیست. زر نزن.